بیدار نتوانست رشد بالندگیش را ببیند و تبر خود را فرود آورد، غافل از جنگل و سرهای ایستاده‌اش. در کنار تو مادری است که 10 سال است که دنبال فرزندش می‌گردد. از که بگیرد نشان؟ از آنان که خود به در خانه آمدند و فرزندش را با خود بردند. در کنار تو مادرانی هستند که هر هفته با ضربه‌های بازو مورد ضرب و چرخ قرار می‌گیرند و با خصوم و دستگیری مواجه هستند. سرت را بالا بگیر و فریاد عدالت‌هایت را بلند کن. این حق توست که بدانی دست چه کسانی به خون فرزندت آغشته است. این حق توست که بدانی چه کسی ضربه آخر را زد. مادران عزادار در کنار خانواده‌هایشان باختگان، زندانیان، محبوس شدگان همصدا با آنها عدالت و آزادی را فریاد خواهند زد. و خواهان آزادی بغیر شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، شناسایی و محاسبه و مجازات آمرین و عاملین کشتار فرزندان ملت در دادگاه‌های علنی و عادلانه میباشند. مادران عزادار. من تبدیل به همه ماجرای داغدار دلم هوای قصه ترانه کرده مادرم و لایلایی تو را بهانه کرده مادرم. نشانده بغض داغ را به سینه قدیم تو، کسی که سینه مرا نشانه کرده مادرم. تو را همیشه داغدار و تا ابد شکست دل، مرا شهید صد دانه کرده مادرم. چقدر دورم از تو و چقدر در کنار تو، دلم هوای لحظه های خود کرده. بهار سبز میهنم دوباره میرسد ز راه، ببین درخت خانمان جوانه کرده مادرم. نه